به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. سلام بینندگان عزیز. در 15 دقیقه دیگر با جمع همکاران شما را با مهمترین حادثه‌های تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. امروز 28 آگوست در برنامه این گزارش ها را داریم. سیلابخیزی روز گذشته در عموم به 9 شهر و نواحی تاجیکستان آسیب رسانده، جان چندین نفر را گرفت و خانه و انشاءات گوناگون را خراب کرد. خدمت خداوند همیشه گرانبخش شد. میخواد زد بدتنین، میخواد برد. بسیاری از محله‌های شهر دوشنبه از دیروز به این سو آبی آشامیدنی ندارند. برخی‌ها شب را در کوچه روز کردند. در حولین در آمدگی در درون 3 تا خانه هم در آمدگی، کخنی هم در آمدگی، پدولام همش پری آوای پروداکت زندگی دیگه نیسته. بازار نشد اکنون با زوری در کالوگا از مهاجرانی که میخواهند شهروند روسیه شوند طلب دارند با وزارت دفاع این کشور قرارداد بندند. مقامات تاجیک خسارات جانی و مالی رسیده از آفت طبیعی به ساکنان مناطق مختلف کشور حساب دارند. تاجیکستان روز 27 آگوست به بارشات پی در پی دچار شد. در شهرهای دوشنبه، وحدت، حصار و نواحی رودکی، ورزاب، دیوشتیج، رشت، سنگوار و تاجیک‌آباد آمدنی سیل و یرچ زیان جدی به بار آورده است. هرچند مقامات رسما از فوت 13 نفر خبر می‌دهند، ولی شاهدان این رقم را زیادتر ارزیابی می‌کنند. نگار فضل‌الدین و اسکندر فیروز به شهر وحدت رفتند که گفته می شود بر اثر سیلاب‌های دیروزه بیشتر از همه تلفات جانی داشت. جسد صداقت دولتوی 24 ساله در حولی که سیل آن را ولنگار کرده است. سیل در حال اینجا را زد که همه مشغول کار بودند در جماعت بوستانسرای چهارباغی 2 دهه رامیت شهر وحدت. پدر عروسی صداقت میگوید 2 کودک به مادر ماندند. سیل آمده است، هیچ خاطر نمی‌جام که هیچ هم نیست. سیل آمده است اینجا. یک 100 درصد شوخه. اما خداوند وقتی زنم کشیدم دمیج مونده استم. خدات خداوند همیشه گرانبخش شد. میخواد زد بدتنین، میخواد برد. استری دکون استری زنده. زنم میخواد udar زده. دبوله بیاریم دبوله چیزای. بوله شوخه دا. خیر رفتیم تو چوکاری گفتم خیر. گفتم کنی صداقت. هنوز معلوم نیست چند کس به هلاکت رسیدند، ولی دیده می شود در این جماعت 10 روح و منزل ویران شدند. 40 تا زیادند. 40 تا زیاد. ضرر دیدگی هاش. خیلی نیست اینا، نه آب نه سویت اینا، هم بس لینیور زدگی سویتو بیساکی زدگی. مردم بی آب اکل نمیدونن، راه ندارن دیگه. جماعت بوستانسرای چهارباغی 2 یگانه مکان در امید نیست که باران شب 27-28 آگوست تخریب کرده است. جمال‌الدین احمدов پاسبان کارگاه خشتی جماعت چویانگران میگوید این صبح شاهد از زیر آبولای برآوردن 4 جسد دیگر شده است. من هم ماشین کلوی راه ده همون کنده برآوردیم، توار قطی لون قطی، یک تا مرده برآوردیم، یک تا زنده، یا زنک زنده گفتن که بالنیسه در گذشته. 2 تا دیگه سحری اینا اینجا یافتیم. با گزارش کمیته حالت‌های فوق‌العاده سیل آبخیزی به 9 شهر و ناحیه کشور آسیب رسانیدند. رسما از هلاکت 13 نفر گزارش شده است، ولی احتمال می‌رود این شماره بیشتر باشد. حکومت گفته است که غم آسیب دیدگان را می‌خورد. رئیس جمهوری تاجیکستان به عائله‌هایی که نزدیکانشان تلف شدند همدردی بیان کرده است. گزارش همکاران ما از شهر وحدت بود. در این زمان منزل 10 ساکن شهر دوشنبه نیز از باران و سیل زیان دیده اکثر محله ها تا به حال آبی آشامیدنی ندارند. قطع آب به باران‌های شدید و آلودگی سخت در رودخانه ورزاب ربط داده می شود. ساکنان از بی‌توجهی مقامات به مشکلشان شکوه نموده میگویند منتظر دریافت کمک‌ها از جانب حکومت هستند. سرویناز روح‌الله و امیر ایسویف در این باره گزارش می‌دهند. من همیشه مردم در خونه همونجا کجا که خونه‌هاشون بلنده در همونجا خور رفتگی دارن، جای پسین خور رفتگی نیستن. اینا کلی 10 ساکن محله خوجنبیای پایان پایتخت که خانه‌هایشان زیر گیل مانده است حیرانند چیکار کنند. آنها میگویند سخت به کمک نیاز دارند. آبی آشامیدنی و برق نیز در این محله قطع شده است. ساکنان میگویند زندگی در منزل‌هایشان امکان ناپذیر است.
در سر زفت کارگی نیستی گیشنا و تاشلا بزرگ کار میکنه اینجا اومده زهری تمام میشه که همین اپیلا اوی خوردگیمون در حولین در آمدگی های در درون 3 تا خانه هم در آمدگی های کوخنی هم در آمدگی های پدولام همش پری آوای پروداکت زندگی دیگه نیسته قالینو کورپا همه جزیره خانه ندارم زندگی کنم اکا امشب در خانه همسایه بودم بر اثر باران‌های سخت و سیلاب‌های شب گذشته در دوشنبه بیش از 30 منزل محله خوجنبی‌های پایان پایتخت زیر آبولای مانده است. ملکه شایوا میگوید بعد باران و آمدن سیل فرزندانش را به خانه خویشاوندانش فرستاده خودش شب را در کوچه روز کرده است. نه نداریم نه سوی داریم نه آقای شب هم سویتمون نکشتن همون با مونه قاق کردن تمامی چی نداریم. نمیدونم ما خود رئیس ناحیه یگان کس بیا پیش رئیس محله رفتم چی بگم بیاین گفتم بینین آخه چی حاله نیست اینجا کدن شوهرم نیست بچه‌م نیست قیچور دختر ما چیکار کنم. بسیاری از منطقه‌های تاجیکستان شب گذشته شاهد تندباد و باران‌های سیل بودند. در شهر دوشنبه در پی تندباد و باران سخت نیروی برق برای چند ساعت قطع شد. مقامات گفتند فعلا در جای حادثه کمیسیای حالت‌های فوق‌العاده کار و حجم آسیب را معین می‌کند. در حدود شهر دوشنبه تلفات جانی ثبت نشده است. امی سحر مجلس رئیس شهر و ناحیه شده گذشت دستور دادن که کمیسیا تشکیل کردن که چی انا کمبودی شدگی ما باید که همینا نوشته گیریم مردم را باید که یاردم کنیم. حاضر خدا میدونید که من همینجا قریب که بیش از 340 خانه حاضر امیخیل لای قدر اومدگی. مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی در پایتخت نشان داد که رفع پیامدهای آفت طبیعی پورا به انجام نرسیده است. بیشتری کار نه با تکنیک بلکه دستی و با یاری کارمندان کمونالی و ساکنان محله انجام می‌یابد. آن ساعت یکی شب بودم خیلی امچیز اومدگی بود با یک آپارات که اومدگی بودم او کم ترکش دادن که زورش نرسید. زور ما نه ایمون نمیرسه بود که گفتم بردم. در اون خونه هم پرنویخای. بسیاری از بخش‌های پایتخت تاجیکستان از شب گذشته به این سو آبی آشامیدنی ندارند. برخی از باغچه‌های کودکانه در پایتخت با سبب نبودن آب از والدان خواستند کودکان خود را به باغچه نآورند. در برخی از محله‌های پایتخت ماشین‌های آبکشان به ساکنان آب دسترس می‌کنند، ولی ساکنان بیناهای بلند آشانه گفتند بی آبی می‌تواند باعث خروج بیماری‌های سیرایتی شود. تا لحظه آماده شدن این گزارش معلوم نبود کی رسانیدن آب به منزل ساکنان برقرار می‌شود. سروینوزی روح‌الله، امیر ایسوف، آزادی، دوشنبه. برنامه اخبار آزادی را ادامه می‌دهیم با خبر از تاجیکستان. دانیار نبیف و یا بابای دانه از زندانی پیشین حزب ممنوع نهضت اسلامی بر اثر بیماری طولانی در سن 87 سالگی درگذشت. نبیف سال 2020 برای کمک به نزدیکان زندانی این حزب بازداشت و به 7 سال محبس محکوم شده بود. در پی انتقاد زیادی حامیان حقوق او را از زندان رها کردند. اسامالدین نبیف برادرزاده دانیار نبیف 28 آگوست به رادیو آزادی گفت امکش شامید دیروز بر اثر بیماری معده و سیل درگذشت. مرحوم را امروز به خاک سپاریدند. ماه اپریل سال 2021 وکیل دفاع و نزدیکان دانیار نبیف گفتند به خاطر بیماری سیل بودن بابای دانه از زندان رها شده است، اما وقتی خبرنگاران به منزلش رفتند پیوندانش دانیار نبیف را نشان ندادند. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. حامیان حقوق میگویند در ولایت کالوگای روسیه از مهاجران داوطلب شهروندی روسیه تقاضا می شود که ابتدا با وزارت مدافع این کشور قرارداد بندند. به گفته آنها به این وسیله کرمل تلاش دارد کمبود سفربری به ارتش را از حساب مهاجران جبران کند. همکارمان میرزا نبی خالقزاد که موضوع را پیگیری کرده است همراه با ما در استودیو است. بگویید که تقاضای بستن قرارداد با وزارت مدافع چه تاثیر داشته است؟ بله شهلا، در این باره رسانه 7x7 از نقل حامی حقوق تاتیانا کاتیر اطلاع داده است. همصحبت دیگر این همین رسانه نیز ابراز داشته است که سببی ثبت نام در کمیسریت حربی اساساً به مهاجران از آسیای مرکزی و به ویژه مردان مهاجر از تاجیکستان دخل داشته از ماه اپریل به این طرف ظهور نموده است.
و به قبل همین شخص که نخواست از نامش آشکار شود تا اون زمان مهاجران بدون مشکل حجت میسپردند و شهروندی میگرفتند. ولی حکومت‌های تاجیکستان و قرقیزستان به شهروندانشان هشدار دادند که از شرکت در جنگ‌های خارجی خودداری کنند، زیرا این عمل مخالف با قانون جنایی این کشورها میباشد. یعنی اشتراک در جنگ اوکراین امکان دارد برای مهاجران و بخصوص مهاجرانی که دو شهروندی دارند در وطنهایشان دردسر ایجاد کند؟ ببینید شلا حامی حقوق کتلر به حالت شبیه اشاره کرده است و از جمله کتلر می نویسد یک شهروند تاجیکستان به وزارت امور داخلی روسیه شکایت کرده است که وضع سلامتیش برای خدمت در ارتش خوب نیست، اما در نتیجه این تاجیک با مشکل بیشتری مواجه شده به ترک روسیه وادار شده. کتلر در شبکه فیسبوک از نام همین تاجیک نوشته است در مقابل این شخص پروتکل جنایتی را ترتیب دادند که هیچگاه به وقوع نپیوسته است و به کتلر گفته است که ما را در این کشور آدم نمیحسابند، نمیخوام شهروندی این کشور را گیرم، بلیت بازگشت به وطن را خریدم و به زودی برمیگردم. و میخائیل ماتویف معاون رئیس دومه دولتی روسیه مجلس پایانی پارلمان این کشور میگوید وکیلان مردمی تصمیم دارند قانونهای تقدیم شهروندی را شدیدتر کنند. ماتویف افزوده است که به عقیده او اگر مهاجری که شهروندی روسیه گرفته است از خدمت عسکری و سفربری به ارتش سرکشی کند و به اهل عائله‌اش باید از شهروندی روسیه محروم گردد. طبق قانون‌های روسیه هر فردی که شهروندی این کشور را کسب کرده است باید نامش را در دوام 2 هفته در کمیساریات حربی ثبت کند. و ماه اپریل پرزیدنت روسیه پوتین روی قانون امضا گذاشت که بر اساس آن هر فردی مسئول در بدنام کردن ارتش روسیه از شهروندی محروم می شود. همچنان طبق همین قانون هر فردی که از طرف خدمات فدرالی امنیت روسیه یا FSB تهدید به امنیت کشور ارزیابی می شود امکان دارد که از شهروندی روسیه محروم گردد. این است. تشکر میکنیم از همکارمون میرزا نبی خلقزاد که مسئله را برایمان روشن کرد. ضمناً در یک قطار منطقه روسیه از جمله سنت پترزبورگ مایروان ریدها برگزار شدند. در جریان آنها نه تنها مهاجران غیر قانونی بلکه آنهای هم دستگیر گردیدند که بعد دریافت شناسنامه روسی خود را در قید کمیساریات حربی نگذاشتند. شروع امنیت سازمان ملل متحد از ادامه فعالیت شاخه خراسان دویش در افغانستان ابراز نگرانی کرد. در اعلامیه شروع تعداد جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی و اعضای خانواده آنها در همسایه کشور تاجیکستان از 4000 تا 6000 نفر تخمین زده شده است. این رقم در مقایسه با آماری که پیشتر نشر شده بود زیادتر است. قبلا در بعضی از گزارش‌ها شمار جنگجویان و اعضای عائله آنها در افغانستان تقریبا 3500 کس گفته شده بود. اعلامیه شروع امنیتی سازمان ملل روز 25 آگوست امسال در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. در آن داعش نه تنها برای افغانستان بلکه کشورهای منطقه و فراتر از آن خطربار نامیده شده است. و وزارت معارف فرانسه گفت که در این کشور پوشیدن عبایق یک نوع لباس اسلامی را در مکتب‌های کشور منع می‌کند. گابریل اتل وزیر معارف فرانسه روز 27 آگوست به تلویزیون TF1 فرانسه گفت این نوع پیراهن که در بعضی از کشورهای مسلمان نشین بخصوص کشورهای عربی به بر می‌کنند مخالف قانون‌های دنیوی سختگیرانه فرانسه در مکتب‌ها است. عبایق یک نوع پیراهن درازی شبیه به لباس‌های ملی تاجیکی است و پوشیدن حجاب یا نقاب به آن حتمی نیست. بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. منت داریم که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر رو پیوسته میتوانید از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادنا کلاسنیک پیدا کنید. فردا شما از آن را در برنامه ها منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.